درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. چطور شخصیت جذاب و قوی از خود بسازم؟ برخی از افراد معتقدند که شخصیت یک ویژگی ذاتی است و تغییر آن غیر ممکن است، در حالی که روانشناسان صحت این امر را رد کردند. در واقع شخصیت افراد میتواند تغییر کند، اما به تلاش و پشتکار زیادی نیاز دارد و امکان این اتفاق به افرادی که شخصیت منفی و ضعیف دارند امید تغییر می‌دهد تا اعتماد به نفس از دست رفته خود را از نو بازیابند. همه دوست دارند که دارای یک شخصیت متمایز و جذاب باشند. به همین خاطر من در این ویدیو برخی از نکات و استراتژی‌های ساختن شخصیتی قوی را برای شما خواهم گفت. ضمن تشکر بابت حمایت و همراهی شما دوستان عزیز، ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله را بزنین تا شما اولین نفر باشین که از ویدیوهای جدید من مطلع میشین. اگر شخصیتی قوی داشته باشید، در همه امور زندگی اجتماعی خود، از جمله در خانه و در جمع خانواده، محل کار و زندگی حرفه‌ای موفق خواهید بود و به طور کلی شخصیت قوی ضمانت یک زندگی شاد را به شما میدهد. خیلی مهم است همان شخصیتی را بسازید که میخواهید داشته باشید. اغلب افراد سوال میکنند که چطور باید شخصیتی جذاب و قوی از خودم بسازم. اگر واقعا به دنبال این کار هستید، قبل از هر چیزی باید بدانید که چرا یک شخصیت قوی میخواهید و این مسئله چقدر در زندگی شما اهمیت دارد. در ادامه اصولی را خواهم گفت که به ساختن شخصیت قوی کمک بزرگی خواهد کرد. خودتان را دقیق بشناسید و از نقاط قوت و ضعف خود آگاه شوید. برای زندگی روزمره خود برنامه دقیق داشته باشید و از گذشته درس بگیرید. شنونده فعال و مشتاق باشید. علایق و مهارت‌های خود را با مطالعه بیشتر گسترش دهید. شجاعانه ترس‌های خود را شناسایی کنید و با آنها روبرو شوید. از نقاط منفی و ضعف خود فرار نکنید و برای اصلاح و بهبود آنها تلاش کنید. از راهنمایی و مشاوره افراد مجرب و متخصص استفاده کنید. با تکیه بر اهداف خویش ثابت قدم بمانید. میان عقل و احساس خود حد تعادل برقرار کنید. به عقاید دیگران احترام بگذارید، ولی دنبال جلب توجه، تأیید یا راضی نگه داشتن کسی نباشید. بر افکار، رفتار و احساسات خود کنترل داشته باشید. خودباوری، عزت نفس و اعتماد به نفس خود را تقویت کنید. نظرات خود را شفاف، صادقانه و صریح بیان کنید. هوش هیجانی خود را تقویت کنید و سعی کنید با افراد جدید و متفاوت ملاقات و صحبت کنید. شبکه قدرتمندی از آشنایان، دوستان و همکاران داشته باشید. افکار، روحیه و نگرش مثبت و شاد داشته باشید. به اخلاق، اصول و ارزش‌ها پایبند باشید. مسئولیت اعمال، رفتارها و سرنوشت خود را بپذیرید. در مواجهه با موقعیت‌های بحرانی با آرامش شرایط را مدیریت کنید. در برخورد با دیگران رفتاری محترمانه، مؤدبانه، صمیمی و همدلانه داشته باشید. به دنبال حقیقت باشید و از سوگیری و پیش داوری کردن پرهیز کنید. عمر خود را با غصه خوردن، حسرت و ناامیدی هدر ندهید. احساسات خود را کنترل کرده و تحت کنترل و سلطه کسی یا چیزی نباشید. از کسی یا چیزی نترسید و در برابر تغییرات انعطاف داشته باشید. وقتی کاری یا چیزی خارج از کنترل شماست، وقت خود را صرف آن نکنید. توقع نداشته باشید مورد تایید و محبوب دیگران باشید
زیرا داشتن شخصیت قوی به معنی محبوبیت برای عموم نیست. مسئولیت خود، رفتارها و وظایف را به عهده بگیرید و در نتیجه اشتباهات را تکرار نکنید. حسود نباشید و با دیدن موفقیت دیگران احساس شکست و بازنده بودن نکنید. از سکوت، تنهایی و طرد شدن نترسید. در عین حال که بسیار تلاش می‌کنید، در مسیر به دست آوردن نتایج عجول نباشید. از قضاوت دیگران در مورد خود نترسید و مهارت نگفتن را در خود تقویت کنید. ادای کسی را در نیاورید و با اصالت باشید. ممنون که تا انتهای ویدیو با من بودید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید باشد.